میفوت یانگمون بچه تفاوت کنه بچه بنا میفورم بفوت اگه این کوکوی اکسان اشکوی همه کسای سرپرست همه کودک کسی باشه واقعا خیلی بد اخلاق و بی تربیه بوده است. نخود لایک پرسماتور گفته اخلاق کودک همه خیلی فاسد کنه. تربیه کودک وقتی از خردسالی فاسد شوه اصلاح کردنش خیلی مشکل می شوه. وزارت فرهنگ، اداره های دخلدار شما کجا را نگاه میکنی؟ پیش راه کلاناش که نگرفته این همه خیلی کودکا میبروین و بد اخلاقی میکنن. بلاگران محترم، همه خودتون به نمایش برو آمده بسای. بمونه کودکاتون درس بخونن. از ایام کودکی اخلاق اونها را فاسد نکنه. از این خیل نوارهای شما نسل جوان فاسد می شود و شما سببگار می شوی. از الله بترسید. خداوند شما را در روز قیامت از تعلیم و تربیه فرزندانتان می پرسه. در روایت بخاری و مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می فرماید هر یک شما به مثل چوپان هستید و هر یک شما در پیشگاه خداوند از زیر دستانتان پرسیده می شوید. یعنی چگونه ای که چوپان برای سری هر یک گوسفند در نزد خواجه اش جواب می گوید، این چنین پدر و مادر و سرپرست در نزد الله از هر یک فرزندانشان پرسیده می شوند. خوب اندیشه کنید.